سلام بر دوستان گلم. آقا اون دوستانی که به خاطر اون شرکت ها که توی آلمان زبان نمیخواست به من پیام دادن، من خیلی هاشونو دایرکت جواب دادم. واقعیتش من الان 2 روز اینستاگرامم پریده بود، نمیتونستم اینستاگراممو برگردونم. بعد اون دوستانی که دوباره پیام دادن من همه رو جواب میدم. آقا خواهش میکنم، بعضی از دوستان من شماره دادم، اینا واتساپ پیام دادن به این شرکته، صحبت کردن، شرکت برگشته گفته که آقا 2 روز دیگه بیاید مصاحبه کاری. این دوستان برگشتن گفتن که آقا ما هنوز توی ایران هستیم، هنوز نیومدیم آلمان. آقا به خدا اینا هنگ کردن، این کارا رو نکنید، خدا شاهده داداش. ببینید اینا تعجب میکنن، مثلا الان میگن که آقا اینا هنوز نیومده، آمار میگیرن بیان اینجا. اونجا چه وضعشه؟ اونجا چه کشوریه داداش؟ خواهش میکنم. بعد اون دوستانی هم که توی ایالت هسن هستن، من در خدمتم. آقا شماره میدم، برید کار کنید. آقا زبان نمیخواد. آقا یارو از سوریه بلند شده اومده اینجا، بی سواده، رفته کلاس، به قول خودمون کلاس اول خونده عین واقعیتش، بعد اومده اینجا سرشو انداخته پایین داره کار میکنه. بعد اون موقع آقاهای مثلا ایرانیا از هر جای ایران دارن حمله میکنن، کامنت ها مینویسن که آقا بدون زبان به آینس و بسوای نمیتونی کار کنی توی شرکت ها. داداش چرا نمیشه کار کرد؟ من چجوری دارم کار میکنم؟ من خودم نتونستم مدرک بگیرم، این واقعیتش. وسط ول کردم رفتم کار کردم چون نیاز به کار داشتم.